من از بخاری ثابت میکنم بله. و از قرآن کریم ثابت میکنم که چه کسی اول صحابه را بد گفت. بله. اولین کسی که صحابه را بد گفت عزیز من خدا در قرآن کریم سوره حجرات کتاب التفسیر صحیح بخاری را ملاحظه بکنید. بله. خدا هست اون قرآن چی گفت صحابه را؟ بکر و عمر و هیچ جای اشکالی نیست. نه بله. الله یاری اون زمان بوده، نه عبدالله ابن سبا به جبرائیل پول داد رشوت داد که تو بیا این آیه رو نازل بکن، نه من به بخاری پول دادم که تو این روایت رو جعل بکن. خود بخاری روایت کرده. بله. خدا در قرآن کریم اون 5 آیه اول سوره مبارکه حجرات در شأن ابی بکر، در شأن عمر که در آیت مذمت ابوبکر و عمر هست که در حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نهایت بی‌ادبی، با نهایت اخلاق خشن که در حضور حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدای خود را بلند کردن و خدا در قرآن کریم اونا را مذمت کرد و از اونا سلب ایمان کرد. من توضیح دادم که چطور اونا را خداوند متعال در این آیت چنان مذمت کرده که کسی کمی توجه بکنه گفته اصلا اینا مؤمن نیست. توضیح بدم؟ تمام شد. نه تمام نشد. اجازه میدی؟ نه آله خود شما گفتین که در آیه قرآن الله مذمت کرده در سوره حجرات. من سوره حجرات میکشم. میخوام ادامه داره. اجازه بده. اجازه میدی که من توضیح بدم همه چیز را؟ نه خود شما باید سوالی که میکن جواب بشنوین. من سوال نکردم. من سوال نکردم. شما خود حتما وقتی که امی صحبت شما یک تهمت علیه قرآن بود. گوش کنین. در مذمت ابوبکر و عمر نازل شده. ما برای شما میگم که شما سوره حجرات آیات اولش طوری که قرآن میگه تو دروغ میگی، طوری که قرآنی را بیان میکنه تو حتی ترجمه زیرم دروغ میگی. اجازه بده که من غلط چه میخوام شما تصحیح بکن. ما برای تصحیح میکنم. شما آیات قرآن اصلا نمیفهمین که چه قسم اصلا سیاق آیات است چه قرار است. فکر دار که من بخونم. اجازه میدی بخونم؟ بله بفرما. حالا پخش میشه. بسیار سوره مبارکه حجرات کتاب تفسیر را دوستان عزیز باز کنن در بخاری و بقیه تفاصیل همین بالاجماع که این آیات مبارکه اول سوره حجرات در شأن ابوبکر عمر نازل شده. بله. در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدایشان را بلند کردن و بله. چیغ زد. ابوبکر بر عمر چیغ زد، عمر بر ابی بکر چیغ زد. بله. آیات در مذمت ابی بکر و عمر نازل شد. 1 آیه، 2 آیه، 3 آیه، 4 آیه، 5 آیه. بله. در اینجا وجوهی از عدم ایمان ابوبکر و عمر هست. استغفر الله استغفر الله. این همین حرف آخره گوش کنید شما. ما با شما تایید میکنم. اجازه بدین ما این مطلب را خلاصه کنم. ما در قسمت شأن نزول این آیات متبرکه معلومات دارم. این درست است که حرف بزنم بعد تو من نوبتم تمام شد حرف بزنم دیگه. بفرما. صدای پخش میشه؟ صدایتان پخش میشه، صدای شما را پخش میکنیم. حالا ببین وجوه کفر ابوبکر و عمر من ثابت میکنم این بخاریه و اجماع مفسرین که آیه درباره الله علی الکاذبین بگید. این کفر ابوبکر و عمر لعنت الله علیک و علی الکاذبین. بفرما. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدای خود را بلند کرد. این واضح و روشنه که کسی کوچکترین تعظیم به کسی داشته باشه. شما همینجا در آلمان هستین پیش یک رئیس دادگاه برین، پیش کسی برین، صدایتان را اگر بلند ایجاد بلند نمیکنین چرا؟ به خاطر رسول میترسی هیبتش را داری. اینا اگر در دل این هیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود صدای خود را بلند نمیکردن. ثانیا همین آیه خودش فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. کسانی که در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با صدای کنن اینها کسانی هستند که تقوا دارند. ثانیا اینها در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشاجر کردند، یعنی اظهار رأی کردن. این تقدم در رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی رأی فاسد خود را، رأی باطل خود را بر رأی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقدم می‌دارن. اون پیغمبری که جبرئیل صبح و شام پیش اون نازل میشه احتیاج برای برای عمر داره. درسته. شما دیگه از خود شرح نتین. آیتم خواندین، براتون وقتم دادم. حال شما گوش بکنین جوابتان را. قرآن میگه که لعنت الله علی الکاذبین. میگه من فسر القرآن برأی فقط کفر. کسی که قرآن از مغز و از معده خود و از فکر خود تفسیر میکنه کافر است. و سوم مسئله آیاتی که در باب سیدنا عمر بن الخطاب و ابوبکر صدیق در بخاری آمده گفتن که اونا صدایشان بلند شد. این آیات تأدیب است. و ایشان ادب آموختند که ای صحابه شما در برابر حضور پیامبر اسلام صدایتان را بلند نکنید. نگفته که شما کافر شدند. در اینجا قرآن کریم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. در برابر الله و رسولش شما پیشدستی نکنند.
چیزی که الله و رسولش میگه و قبول بکنند. واتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنو، این ادب است. اولین جمله قرآن مخاطب است به این کسان، میگه ای مؤمنان، نگفته یا ایها الذین ارتدوا ای مرتدان. شما میخوانید قرآن مگر در اول و آخرش متوجه نیستند. خطاب قرآن اگر اینا را کافر بگویه برش خطاب نمیکنه یا ایها الذین آمنو. قرآن برش میگه یا ایها الذین آمنو. تو چی میگی؟ میگه مرتد شدند. قرآن به لطف خود الله به لطف خود اینا را مخاطب قرار میده. برای ابوبکر، برای عمر، برای صحابه یا ایها الذین آمنو میگه. اولین چیزی است که مثل شما برای رافضی های غالی تکفیری پیدا خواهد شد. قرآن برای مردم به غلط ترجمه خواهد کردن تا که مردم از شروع آیت بفهمه که اینا مؤمن هستند. یا ایها الذین آمنو خطابش به ایمان است. لا ترفعوا اصواتکم، صدایتان بالا نکنید. اول ایمانش ثابت کرد. الله اکبر، الله اکبر. نمیگه یا ایها الذین کفروا یا ایها الذین ارتدوا، میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردند. همینجا کلمه بخوان، من برای تو میگم باید دوباره مسلمان شوی، چرا که تو نص قرآن کریم هم آناش نمیفهمی. خطاب قرآن میگه یا ایها الذین آمنو ای مؤمنان لا ترفعوا اصواتکم، صدایتان بالا نکنید فوق صوت النبی، بالاتر از صدای نبی. ولا تشهروا له بالقول، و سخن گفتن از او که صدایتان بالا نکنید در قول سخن گفتن که جهر بعدکم لبعد ان تحبط اعمالکم، که اعمال شما حبط میشه. یعنی ایره نکنید. ادب یاد داده، نگفته که شما مرتد شدین. یا ایها الذین کفروا، گفته یا ایها الذین آمنو. خداوند ایمانشان رو ثابت میکنه، تو میگی کافر شدن. استغفر الله. این ادب یاد میده برشان، ادب. و انتم لا تشعرون. باز به تعقیب میگه امی بخاری که تو خواندی و دروغ میگی و تحریفش میکنی. آخری قسمت حدیث بخوان که آنقدر سیدنا عمر بن الخطاب در مجلس رسول الله صدای خود پخش میکرد که رسول الله مبارک برش میگفت یا عمر یک کمی صدایت بلند کو. بعد از نزول از این آیه مبارکه که یک کمی صدایت بلند کو. و این آداب است برای صحابه که یاد میته. ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. برایشان مغفرت است و اجر بزرگ است. به این خاطر است که قرآن کریم آقای علایاری شما اما اول آیت قرآن جواب شما را داده یا ایها الذین آمنو ای مؤمنان. و در آیه مبارکه سوره تحریم همیشه خودت استدلال میکنی و دروغ میگی. در اونجا چی میگی؟ میگه برای حفصه و عایشه در مقابل پیامبر اسلام توطئه کردن و خداوند مثال قوم زن نوح و زن لوط برش آورد. من از شما سوال دارم، آیا عایشه و حفصه کدام چیز حلال را حرام گفته بودن؟ و در اونجا قرآن کریم میفرماید یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك. سوال من این است که شما پیغمبرم از اسلام میکشین به این آیت قرآن. ای پیغمبر چرا یک چیزی را که الله حلال کرده تو حرام کردی؟ آیا پیغمبرم پس ما از نظر شما محکوم کنیم؟ یعنی شما مشکل شما همی است. متاسفانه که مشکل همی است که شما آیه مبارکه را میخوانید ولی در معناش تفکر نمیکنید. صدای ما رو پخش کنید. صدای ما پخش میشه؟ بله بله بله. یک بار پیش خود فکر بکن این الله یاری که آمده اینقدر حرف میزنه این حرفش راسته یا دروغ؟ اگر دروغ حرف من خدا شاهده برادر عزیز من نور چشم من این شبکه را میبندم. بیان یک عالم تانو بیان که ثابت بکن حرفای من دروغه. من میبندم، قسم میخورم به قرآن کریم شبکه را میبندم میرم. اگر راسته حرفای من اون وقت برادر عزیز من تو باید بیدار بشی، بیای دنبال هدایت دنبال ایمان بیایی و به ابوبکر عمر لعنت کنی. درست شد؟ اگر حرف من حقه بیدار شو از خواب. اگر باطله بیا به من بگو باطله، من شبکه را ببندم برم. اصلا عرض کردم اسمم هم عوض میکنم، شبکه را میبندم، تمام امین که هر چی که در دنیا دارم و آن چیزی که در این شبکه است تحویلش چک می‌نویسم، چک میکنم، میگم حرف من دروغ بوده، این از شما بریم. آفرین به شما که به من نشان دادید که دروغه. اگر این کار را نمیتونید و تا ابد نخواهید توانست که حرفای ما را باطل ثابت بکنید، تا ابد همین تا حالا نتونستید، جرأت ندارین علما شما زنگ بزنن